سلام بچه‌ها، به چنل من خیلی خوش اومدید. اسم من نیلوفره و باهاتون اینجا خلاصه از اطلاعات با ارزش رو به اشتراک میذارم. با من همراه باشید. سوال خیلی مهمی که این روزا حالا طبق چیزی که من دیدم توی خیلی از هم نسلای خودم باهاش درگیر هستن اینه که خیلیامون سردرگمیم و نمیدونیم که چه کاری رو دوست داریم و حتی نمیدونیم که کاری که داریم انجام میدیم چیزی هست که دوستش داریم یا نه. بیشتر ماها زندگیامون اینطوری شده که صبح میریم سر کار، بعد تا شب مثلا کارامون رو انجام میدیم، بعد شب دوباره خسته و کوفته برمیگردیم، سوشال مدیا رو یه ذره اسکرول میکنیم و بعد دوباره میگیریم میخوابیم و فردا هم دوباره همین کارا رو هم انجام میدیم و تصور بکنید که این کارا ممکنه مثلا تا آخر عمرتون ادامه پیدا بکنه و شما یک کار ثابتی رو انجام بدید و وقتی که مثلا 80 ساله شدید، 90 ساله شدید، در حقیقت آخر عمرتون رسید، تازه اون موقع به این فکر میکنید که من چه کارایی میتونستم انجام بدم و ندادم. مثلا به عکسای جوانی خودتون نگاه میکنید، میگین که من اون موقع میتونستم مثلا ورزش کنم، چرا این کارو نکردم؟ میتونستم مثلا کلاس شنا برم، چرا این کارو نکردم؟ میتونستم بیشتر مسافرت بکنم، چرا این کارو نکردم؟ از فلانی خوشم میومد، میتونستم بهش ابراز علاقه بکنم، چرا این کارو نکردم؟ و خیلی از حالتهای دیگه رو برای خودتون هی توی ذهن خودتون مرور میکنید و احساس خیلی بدی دارید. خیلی از ماها حتی این سوالا رو هم از خودمون نمیپرسیم و ممکنه بمیریم و حتی این چنین سوالایی رو هم برای خودمون مطرح نکنیم و فقط یک زندگی رو داشته باشیم که حالت ربات بوده و به عنوان یک انسان ما زندگی نکردیم. این که ما این روزا اینقدر سردرگم هستیم نسبت به گذشته، زیاد شدن آپشن های ما هستش و سوشال مدیا و کوچک شدن جامعه جهانی باعث شده که آدم‌ها به همدیگه نزدیکتر بشن و دیدگاه‌ها مثل هم بشه و علاقمندی هم حتی مثل هم بشه و این باعث میشه که شما سردرگم‌تر بشین و از اون خاصیت و خاص بودن و یونیک بودن شما به اصطلاح کاسته بشه، بیاد پایین و شما ندونین که هر کدوم شما مثل اثر انگشتتون خاص هستید و یک هدف خاصی رو هم باید دنبال بکنید. یا اگر هدف بقیه رو هم دنبال میکنین، به روش خاص خودتون اون هدف رو دنبال بکنید و باعث سردرگمیتون شده. این انتخاب های زیاد، این آپشن های زیاد باعث سردرگمی شما شده. در گذشته چنین چیزی نبود، سوشال مدیایی نبود و همه میدونستن که باید چیکار بکنن یا اکثریت خبر داشتن که مثلا پشنشون، علاقه‌مندیشون چیه و به دنبال اون میرفتن و اون کار رو انجام میدادن. ولی امروزه چنین چیزی وجود نداره. میگم به خاطر اینکه اکثر ما به بقیه نگاه میکنیم، کارامون رو با کارهای بقیه مقایسه میکنیم و حس میکنیم که مثلا ما هم و آپشن های زیادی داریم و فکر نمی کنیم که خاص هستیم. به خاطر همین هم مثل بقیه عمل میکنیم یا همون کار رو انجام میدیم که بقیه انجام میدن، همونطوری که بقیه کار میکنن ما کار میکنیم و دقیقاً شدیم یک سری از ربات های کپی شده از بقیه. ولی خب چی کار بکنیم که این قضیه حل بشه و ما چه شکلی بفهمیم که چه چیزی رو در زندگی دوست داریم و اون رو دنبال بکنیم؟ برای اینکه بفهمیم که علاقه‌مندی واقعی شما چیه، شما باید اول بفهمید که کور پشنتون چیه. کور پشن در اصطلاح کور به معنی هسته است، پشن به معنی علاقه‌مندی و ذوق و غریزه هستش. در همه ما انسان‌ها یک کور پشنی وجود داره که ما اول بار باید این کور پشن رو به اصطلاح تشخیصش بدیم، بشناسیمش و یک کاری هست تو وجود همه ماها، یک توانایی هست در وجود همه ماها، یک استعدادی هست در وجود همه ماها که در حقیقت پررنگ‌تره نسبت به تمام علاقه‌مندی‌های دیگه‌ای که دور و برشه. یعنی ما ممکنه به خیلی چیزهای مختلفی علاقه‌مند باشیم، یا چند تا شغل مثلا همزمان دوست داشته باشیم، چند تا توانایی رو همزمان دوست داشته باشیم، چند تا مهارت رو دوست داشته باشیم، ولی همیشه یه چیزی توی وجودمون هست که نسبت به بقیه توانمندی‌ها یک توانمندی داریم که نسبت به بقیه توانمندی‌ها یک کار یا یک مهارتی داریم که نسبت به بقیه کارها و مهارت‌های دیگه پررنگه. یعنی توی وجود ما اون چنین چیزی رو بیشتر می‌خوایمش و
مثلا بقیه کارا ممکنه خوشحالمون کنه ولی به اندازه اون کور پشنمون نمیتونه خوشحالمون کنه. و به چنین چیزی ما میگیم کور پشن یا چنین علاقه‌مندی یا مهارت یا ذوق و غریحه‌ای که تو وجود ما نسبت به کارمون هست، اون میشه کور پشن ما نسبت به اون کار و یا اون توانمندی. اما چه شکلی این کور پشن رو تشخیصش بدیم و چه شکلی بفهمیم که این چیزی که دوست داریم واقعا اون علاقه قلبی منه و واقعا اون چیزی هستش که من باید این رو دنبالش بکنم. کتاب ایکیگای که شاید بعضیاتون کتابش رو اسمش رو شنیده باشید، شما لازمه به 4 تا سوال جواب بدید. یکی این که من توی چه کاری خوب هستم، به چه کاری علاقه‌مندم، دنیا به چه چیزی نیاز داره و چه بهایی رو من باید براش بپردازم. به این 4 تا سوال باید جواب. برای خیلی‌ها جواب دادن حتی به این 4 تا سوال هم ممکنه سخت باشه. برای اینکه راحت‌تر بتونید جواب رو برای خودتون پیدا بکنید، میتونید با امتحان کردن کارهای جدید شروع بکنید و کارهای جدیدی رو امتحان بکنید. مثلا اگر فکر میکنید که امروز یهویی ذوق و شوق اینو دارید که مثلا برید کلاس شنا ثبت نام بکنید، حتما این کارو انجام بدید و بعد از امتحان کردن اون کار میفهمید که بهش علاقه دارید یا نه. و اینجوری هم نباشه که مثلا به خودتون بگین که وای من باید الان که میخوام کور پشنمو پیدا کنم یه چیزی باشه که تا آخر عمر من اینو انجام بدم. نه 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 نه، اصلا این اشتباه نکنید و به این فکر بکنید بگین که الان من میخوام فعلا دنبال ذوق و غریحه‌ای بگردم که مثلا تو 1 سال 2 سال 3 سال آینده بتونم ادامهش بدم یا چیزی باشه که منو خوشحال میکنه و بهم انگیزه میده و من توی اون کار خوب میشم و انگیزه دارم توی اون کار و اون کار رو ادامه میدم. چنین حسی رو بهتون بده و نه اینکه بهش فکر کنین که نه یه پروسه بلند مدته پس من باید کلی بشینم روش فکر کنم و تا 10 سال آینده یه برنامه خیلی مطمئن و خوب بچینم، چون هیچ چیزی رو نمیشه واقعا با اطمینان راجع بهش صحبت کرد. خودتون زمان نذارین، چون هیچ کدوم از ما نمیتونیم با اطمینان بگیم که من حتما میتونم این کارو تا آخر عمرم انجام بدم، چون ممکنه اصلا کلا اون کاری که شما بهش علاقه دارید موقتی باشه و یا یک پیش نیازی باشه برای اینکه شما استپای خیلی بزرگتر رو در مراحل بعدی بردارین و یا شاید کلا از اون حرفه در بیاین و وارد یک حرفه متفاوت بشین، ولی پیش نیازش این بوده باشه که مثلا شما در اون حرفه قبلا تمرین کرده باشید و یک سری مهارت رو از اون حرفه مثلا حالا غیر مرتبط کسب کرده باشید تا بتونید توی حرفه‌های دیگه‌ای ازش استفاده بکنید و هر کدوم از اینا ممکنه پیش نیاز بعدی باشه، پیش نیاز قدم بعدی شما باشه. پس خودتون رو تحت فشار نذارید. یه راهی هم وجود داره که میتونه سریعتر شما رو به جواب اون 4 تا سوال برسونه. اونم اینه که شما بشینید و برای خودتون در حقیقت ذهنتون رو کلریفای بکنید، برای خودتون قشنگ هدفاتون رو واضح بکنید، مشخص بکنید که چیا هستن. برای اینکه هدفا رو توی ذهن خودتون مشخص کنید لازمه که چند تا سوال رو جواب بدید. پس اگر براتون ارزشمند هستش یه قلم و کاغذ بردارید و من سوالا رو میخونم و شما هم بنویسید و این تمرین رو با هم دیگه انجام بدید. برای اینکه سوالا مطرح بکنم از روی خودش میخونم که بهتر بشه، واضح‌تر بشه. خب شما وقتی که من این سوالا رو میخونم و دارید به سوال جواب میدید، بعد از اینکه سوال تمام شد وقتی دارید به سوال جواب میدید فقط و فقط اینو مد نظر بگیرید که اولین جوابی که اومد توی ذهنتون و توی قلبتون همون رو بنویسید، بدون اینکه بشینید بهش فکر بکنید که آیا این جوابی که من میخوام بنویسم منطقی هستش یا نه. نه 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 نه، قلبتون رو قشنگ فالو کنید و هر چیزی که به ذهنتون میاد، هر چیزی که به قلبتون میاد همون رو همون لحظه بنویسید. خب اولین سوال اینه 4 تا پروژه که دوست دارید همین الان تمومش بکنید. 4 نفر که دوست دارید بهشون کمک بکنید. 4 تا ورژن از خودتون که دوست دارید باشید، بهترین ورژن از خودتون. چی میتونه باشه؟ همونا رو بنویسید. 4 تا تغییری که دوست دارید در دنیا ایجاد کنید. 4 تا عادتی که دوست دارید در وجود خودتون بسازینش و پرورشش بدید. 4 تا کاری که واقعاً به وجدتون میاره. 4 تا کاری که باعث میشه به خودتون افتخار کنید. 4 تا کاری که میتونید بهتر از خیلی از مردم انجامش بدید. 4 تا جایی که دوست دارید بیشتر از همه به اونجا مسافرت کنید. 4 تا مهارت و یا سرگرمی که دوست دارید یاد بگیرید. 4 تا کار خیری که دوست دارید در اون شریک بشید. 4 تا کاری که باعث میشه همین الان بتونید ازش پول در بیارید. 4 تا کاری که اگر تمام پولهای دنیا رو به شما بدن
باهاش انجام میدید. خب ازتون میخوام که این سوالات رو هر کدوم رو توی یک قسمت از برگاه‌های جدا برای خودتون بنویسید یا یه سری مثلا فلش کارت برای خودتون تهیه بکنید. این سوالات رو هر کدوم از این فلش کارت‌ها بنویسید. هر کدوم از این سوالا 4 تا جواب داره دیگه، درسته؟ همون چیزی که اول به قلب و ذهنتون میاد همون رو در جواب سوال‌ها می‌نویسید، هر کدوم 4 تا و شروع میکنید به اصطلاح حالا جواباشو که نوشتن شروع میکنید یه دونه از این جوابا رو هایلایت کردن. یعنی مثلا اگر نوشته که 4 تا جایی که دوست دارین مسافرت کنید، شما بین این 4 تا جوابی که دادید حتما یکیشو بیشتر از بقیه دوست دارید دیگه. مثلا بین چند تا کشور که نوشتید میگید که من دوست دارم مثلا ایتالیا رو پررنگش میکنید. بعد میرید سراغ برگه بعدی، مثلا میگه که 4 تا چیزی که به وجدتون میاره، مثلا رقصیدن رو پررنگش میکنید و اینا، و به همین صورت جوابا رو هم مینویسید. حالا کار مهم الان باید انجام بدید، اینا رو گروه بندی بکنید و سوالاتی که جوابایی مثل هم دارن رو توی یه گروه قرار بدید. مثلا میگم 4 تا کاری که به وجدتون میاره ممکنه یکیش مثلا مسافرت کردن باشه، بعد 4 تا جایی که دوست دارید برید مثلا نوشتید ایتالیا. بعد الان این 2 تا سوال به هم دیگه مرتبط هستن، میتونید این 2 تا رو توی یک کاتگوری تقسیم بندیشون بکنید و همینطوری هی برای خودتون دسته‌بندی بکنید، متشابه ها رو پیدا بکنید. در آخر اون کارتایی که خیلی به هم مرتبط هستن و تعدادشون هم زیاد هستش میشه در حقیقت اون ایکیگای و همون کور پشن شما و همون کاری که شما باید در حقیقت تو اولویتتون بذارید و اون کار رو انجام بدید. مثلا میگم اگر مسافرت کردن در حقیقت میشه اون کاری که به وجدتون میاره و اون پروژه‌ای هستش که باید تمومش بکنید و اون جایی هستش که اول مسافرت باید بکنید، مثلا مثل ایتالیا، پس شما باید الان سفر به ایتالیا رو در اولویت خودتون نسبت به بقیه چیزا قرار بدین. ممکنه هست مثلا میگم آهنگ نوشتن اون دوست داشته باشید ولی آهنگ نوشتن ممکنه مثلا 1 یا 2 تا از کارتا رو در بر بگیره و در حقیقت میره ته لیست و یک سری از در حقیقت کارها و مهارت‌های دیگه هست که اون بالای لیست قرار داره و شما باید زودتر از هر کار دیگه‌ای برید سراغ همون و انرژی اصلی خودتون رو هم روی همون کارها و پروژه‌ها قرار بدین و این باعث میشه که شما علاقه‌مندی خودتون رو پیدا بکنید و خیلی کمکتون میکنه که سریعتر بشناسید اون کور پشن شما چی هست و برید سراغش رو براش انرژی بذارید و توش موفق بشید. پیدا کردن کور پشنتون باعث میشه که تا آخر عمر شما موتیویتد بمونید و با انگیزه بمونید و کمکتون میکنه که وقتی که کاری که دوست دارین انجام میدید به بقیه هم کمک بکنید که اونها هم مسیر و راه خودشون و ذوق و غریحه خودشون رو پیدا بکنن و توی اون مسیر قدم بردارن و دنیا رو جای بهتری واسه زندگی بکنن و اینطوری میشه که شما با حقیقت کوله‌باری از حسرت‌ها از دنیا نمیرید و اون مأموریت و اون وظیفه خودتون رو به عنوان یک انسان و چیزی که براش به این زمین اومدین رو انجام میدید. و اگر هم هنوز کور پشن خودتون رو پیدا نکردین هیچ اشکالی نداره، اکثر مردم اینجوری هستن. برید دنبال علاقتون، سوالا رو جواب بدید، کور پشن خودتون رو پیدا کنید و زندگی رو داشته باشید که آرزوشو دارید و یا دوست دارید به همون نحو زندگی کنید. آدمی رو تصور کنید که میتونین اون بشید و به دنبالش برید و تبدیل به اون آدم بشید. امیدوارم که از این مطلب هم لذت برده باشید. به من بگید که آیا این سوال هم ذهن شما رو درگیر کرده بود که کور پشنتون چی هست یا نه. توی کامنت برای من بنویسید.